سلام بچه ها، تا ایکسی هستم. خوش اومدید به این ویدیو. امروز با هم دیگه باز می‌خوایم فارم بسازیم. خب فارم چی؟ فارم چوب. مثل اون چوبه ای که قبلی ساختم و خیلی هم کند کار میکرد نیستش. این مثل برق کار میکنه دیگه و فقط یه تقلب هم کنیم، یعنی زمان بازی رو زیاد کنیم. یعنی انقدر سریع کار میکنه که راحت میتونیم مثلا چوب دیگه خیلی چوب داریم. خب یعنی میتونیم مازاد چوبمون تعمیر میشه دیگه. خب بچه ها بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه ها بریم که بسازیم وسایل مورد نیاز. اول یک دونه پیستون، ابزرور، دیگه این یکی و هر بلاکی دلتون میخواد، چست، یک دونه از این کرافتینگ تیبل های جدید اومده خودش میسازه، اون یکی بامبو، شیشه، بعد دیگه ردستون تورچ، این خدا ردستون تورچ، یک دونه هاپر. بعدش میاین من هوا رو روز کنم، مثلا هوا همیشه با مشکل داره. خب اول راستی یه چیزی دیگه هم رادم رفت، خاک. خب خاکم گرفتیم. خب اول تو هر جایی که میخوایم بسازین مثلا بلاک بذاریم باید فرد باشه، چون وسطش رو مشخص کنیم. زوج هم باشه اینا، ولی فرد باشه راحت تره. 1 2 3 4 5 6 7 8 نه 7 تایی 7 نه 9 تایی مثلا. خب بعد دیدین الان همچین شکلی در اومد. بعدش که این کار کردیم میاین با چیکار میکردیم؟ روشو این بامبو رو بذارین. خب نه بامبو الان نذارین، آخر سر بذاریم که دفعه الان بذاریم مهم هم نیستش. خب حالا بعدش میایم اینجا هم بلاک بذاریم، بلاک بالاش هم حالا بلاک بذاریم. دیدین به این شکل. حالا بعد اینجا رو میایم از اینا میذاریم، پیستون میذاریم. بعد همینو بالاش به این شکل از این ابزرور این یکی میذاریم. بعد حالا روی اینا رو بلاک قرار میذاریم. بعد ردستون هم یادم رفت. بعد ردستون اصلا برای هر وسیله‌ای که میخوایم بسازیم ردستون خیلی مهمه، نمیدونم چرا چی داره داخل این ردستون که. بعد ردستون رو میگیریم. حالا از این نه همینه دیگه. آره حالا که ردستون رو گرفتیم اینجا رو من قشنگ همه رو بدم، یعنی بکارم. خب بعد حالا هاپر رو میگیریم به این شکل. اینجاها یک دونه این وسط بلاک بذارین. بعد 1 2 3 4 تا این ورم 1 2 3 4 تا. حالا وسطش بکنین، اینجا یک بلاک بذارین. دیدین؟ نکنین همینجا. حالا به این میچسبونین. بعد که چسبوندین یک دونه اینجا چست میذارین. حالا از اینجا فرق میکنه دیگه. حالا زمین رو میکنین، دیدین؟ زمین رو بکنین به اینش. خب این وری هم بکنین. بعد روشو باید از این بلاک بذارین دیگه. بازم بکنین یکی دیگه هم الان بکنیم که دیگه حل بشه دیگه. حالا یکی دیگه هم تا به دراک برسیم دیگه. 3 تا باید بکنین، دیدین؟ خب حل است. بعد حالا اینجا من بلاک بذارم که یکم بهتر در بیاد. بعد دیدین الان این شکلی شد. حالا میگیریم هاپر میذاریم اینجا، یک دونه بلاک اینجا هاپر بهش وصل میکنیم. بعدش دوباره یک دونه چست بذارین، دوباره یک دونه بلاک اینجا، هاپر اینجا. خب الان بعدش که این کار کردیم یک دونه چست میذاریم. بعد حالا یک دونه از اینا و هاپر این برش. دیدین به این شکل. الان اینجا دیگه فرق کنه دیگه واسه باید میگیریم. داداش برو کوچیکی. آره خوب یک دونه اینجا بذاریم، یک دونه نه برعکس بذاریم. یک دونه اینجا و یک دونه اینجا. دیدین الان این با قرمز بشه. ردستون رو میگیریم.
بهش وصل میکنیم، یک دونه از اینا میذاریم. بعد باید بهش دستور بدیم دیگه. خود چیکار کنه؟ میخوایم اول اول که میخواد چوب درست کنه باید اینجوری باشه. الان این کار میکنه؟ نه، باید بذاریم اینجاش. نکنیم ای خدا. رستون رو میگیریم و به اینجا میزنیم. الان این کار میکنه. باید صبر کنیم تا اینا بزرگ بشن و این سرش رو قطع کنه. الان اینجا بلاک هم میذاریم. بعد میریم تو. حالا یک دیگه هم بذاریم که دیگه تمام. بعد اینجا چی میذاشیم؟ همه اینا رو باید خاموش کنین و یک دونه از اینا بذاریم. میتونین یکم کمتر، مثلا فاصله ارتفاعشو بالاتر میاد اینا. من آخه اینجوری ساختم، همینجوری کردم دیگه. بعد حالا اینجا هم از اینا میذاریم. چه میذاریم که بریزه بهش دیگه. حالا اول دیوار کشی حالا بگیریم اینجا هم. به این بلاک کاری که نداریم، فقط باشه برای از اینا دیگه. خب و اینجا حالا اینجا میگیریم یک پله بسازیم دیگه. اینجا مثلا بگیریم بپوشونیم دیگه. کار میکنیم اینجا هم بپوشونم. خب حالا اینجا دیدین الان اینو باید بردارم، حواسم نبود. میتونین شیشه بذاریم بجاش. نکنین باز کنیم اینجا همه چی میبینیم دیگه. خب حالا بریم سراغ بلاک، یعنی بلاک بذاریم که دیگه از این بشه دیگه، قشنگ بشه. خب بیا. خب این الان فرم مثل برق کار میکنه، باید فقط نگاه کنید. فونم یکی کندش. نه یک بار کندش. الان همه میرن اینجا دیگه، میرن اینجا، یعنی میرن اون تو. الان دو تا رفتش. بیا یه استیک دیگه هم دارم. نگاه کنین الان. صبر کنین برای هر کدومشون چند تا بذارم که الان اینجا نکنین. الان نکنین داره چوب درست میشه. وقتی که اون بلاک از اون دو تایار میشه، یعنی باش میشه دو تا چوب درست کرد و این سیخن اونا رو وقتی درست میکنه میره این داخل این یکی، بعد این یکی هم تبدیل به چوبش میکنه، بعد میام بیرون. حالا قشنگ اینجا رو بلاک بذاریم که دیگه نمای عالی رو بگیره. حلست تمام. دیدین؟ خب اینجا هم شیشه بذاریم که دیگه قشنگ باشه دیگه. خب اینجا و اینجا و حالا اینجا. خب تمام، فرم ما آماده شد. حالا باید چیکار کنیم؟ الان میریم زمان بازی رو زیاد میکنیم و دیگه تمام دیگه، فرممون آماده میشه. زمان بازی هم 100 دیگه. خب و تمام. الان اینجا نکنین، اینا برق کار میکنن. الان بزرگ میشه دوباره یکی دیگه. الان اینجا رو فقط نکنین، دیدین 16 تا. الان چند دقیقه دیگه میشه 18 تا، چند ثانیه دیگه. الان صبر کنین 20 تا. دیدین؟ دوباره 1 2 3. دیدین 3. خب بچه‌ها اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین، کامنت بزنین و ما رو سابسکرایب کنین و دیگه زنگوله هم بزنین که از ویدیو دیگه باخبر باشین. و تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.